10 دقیقه قبل از اذان صبح وضو میگیری آقا پسر دختر خانم، یک رکعت نماز وتر، فقط یک رکعت. 11 رکعت برای اونایی که 15 سال نماز شب میخونن، برای من و شما هم یک رکعتی است. یک رکعت نماز وتر به نیت نماز شب میخوانم، قربتا الی الله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم تا وللضالین، قل هو الله برای خاصی میخونی، نخواستی بقیش هم نمیخونی. میری قنوت، خدایا ژیلا رو قسمت من کن، خدای مینا رو قسمت من کن، حمید، محمد، اصغر، هر کدوم خواستی انتخاب میکنی. فقط هم تو نماز شب بهت میدن و فارسی هم بگید و دنیوی هم بخواید. استاد میگفت نماز شب که دنیوی نخوای مزه نمیده، اولش علاقمند نمیشی بهش. وقتی که نماز شب با کلاس رو یواش یواش میفهمی چی بخوای. اولش دنیایی بخواید، با زبون خودتون هم بخواید. 10 دقیقه قبل از اذان صبح وضو میگیری آقا پسر دختر خانم، یک رکعت نماز وتر، فقط یک رکعت. 11 رکعت برای اونایی که 15 سال نماز شب میخونن، برای من و شما هم یک رکعتی است. یک رکعت نماز وتر به نیت نماز شب میخوانم، قربتا الی الله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم تا وللضالین، قل هو الله برای خاصی میخونی، نخواستی بقیش هم نمیخونی. میری قنوت، خدایا ژیلا رو قسمت من کن، خدای مینا رو قسمت من کن، حمید، محمد، اصغر، هر کدوم خواستی انتخاب میکنی. فقط هم تو نماز شب بهت میدن و فارسی هم بگید و دنیوی هم بخواید. استاد میگفت نماز شب که دنیوی نخوای مزه نمیده، اولش علاقمند نمیشی بهش. وقتی که نماز شب با کلاس رو یواش یواش میفهمی چی بخوای. اولش دنیایی بخواید، با زبون خودتون هم بخواید.